خودت چه اتفاقی در تیم افتاد که نتونستیم قطر رو ببریم؟ ببینید آقای خیابانی، اگه بخوایم فنی صحبت کنیم، من دیشبم راجبش صحبت کردم، ولی الان با خیال راحت صحبت میکنیم. دیشب یه مقدار همه به خاطر باخت عصبی بودیم، یکم ناراحت بودیم. الان این فضای مجازی هم که خیلی شدیداً در حال تاخت و تازن به سمت آقای قلعه‌نویی و بچهای تیم ملی، طبیعتاً ناراحتی مردم رو میرسونه. و اینی که من فکر میکنم، دیشبم گفتم خواهش میکنم که بچهای تیم ملی، آقای قلعه‌نویی کادر فنی جوابی مردم ندن. مثلا یه موردی که برای من خیلی عجیب بود، یه تماشاچی ژاپنی حرکتی انجام داده بود، ما بچه‌هامون هم اومدن جواب اونو دادن. من فکر میکنم که اینا همش حاشیه‌هاییه که ورود میکنه به تیم ملی و دردسر میشه. ما خودمون اینجا اومدیم با قطری‌ها کره خوندیم و الان قطری‌ها شدیداً دارن کره میخونن. من فکر میکنم اصلا ما نیازی به اینا نداشتیم، ما فوتبالمون جلوتر از قطر بود. ولی اگه بخوایم فنی صحبت کنیم آقای خیابانی، من فکر میکنم که ما دقیقاً از روز اول که بازی‌ها رو شروع کردیم، فلسطین، هنگ کنگ، امارات، سوریه، ژاپن و قطر، من کماف سابق اعتقادم بر اینه که ما یه نوسان عجیب غریبی داشتیم. یعنی یه بازی در میون بد و خوب بودیم، بازی با فلسطین خوب بودیم، بازی با هنگ کنگ، من بعد بازی هنگ کنگ گفتم که آقا ما بازی با هنگ کنگ خوب نبودیم، ما اون ایران نبودیم. یه در دوستان از فکر میکنم حتی توی قطر ناراحت شدن که چرا انتقاد میکنید. یه تو برنامه اومدن به عنوان کارشناس گفتن آقا چرا انتقاد میکنید. انتقاد زمان داره، همون موقع است انتقاد زمانش. آقای خیابانی دیگه اگه قرار باشه الان که اوت شدیم، خب همه دارن انتقاد، چی بگیم دیگه؟ چه فایده داره؟ ببین آقای قلعه‌نویی هم از انتقاد ناراحت نمیشه. آقای خیابانی، من یه موردی بگم تو حالام نگفتم. من زمانی که کنار تیم ملی بودم، توی یه جلسه حالت فنی آقای قلعه‌نویی داشت صحبت میکرد و داشت یه بحث فنی میکرد. وقتی که بعد صحبت آقای قلعه‌نویی صحبت شد، اول همیشه از آنتونیو میپرسید به عنوان بزرگتر از لحاظ سنی، ایشون جوابی اوکی داد. بعد من از لحاظ سنی از بقیه کادر فنی خب سنم بیشتره، حتی از آقای هومن افاضلی که ایشون فکر کنم متولد 50 است، ولی یه چند ماه من کوچیک‌تره. امیرخان از من پرسید آقای قلعه‌نویی که خدا داد تو نظرت چیه؟ من مخالفت کردم با یه قسمتی از صحبت‌های آقای قلعه‌نویی، گفتم آقا من موافق نیستم، به نظر من این کار اگه انجام بدیم بهتره. که دوستان همه گفتن نه آقا اون نه، همینی که حالا آقای قلعه‌نویی میگه بهتره و این اینجوری بهتره، و همونی شد که آقای قلعه‌نویی راجبش بحث داشت. من از جلسه که اومدم بیرون، یکی از نزدیکا یه سوال درباره آماده سازی تیم بود یا درباره بازیکن؟ نه، بحث فنی بود آقا. فنی در مورد مثلا تیم چجوری بازی کنه، آره چجوری بازی کنیم یا مثلا کیا بازی کنن اینجا. ما از جلسه که اومدیم بیرون، یکی از نزدیکای آقای قلعه‌نویی منو صدا زد، گفت آقا خدا داد میشه یه چیزی بگم جانم. به من گفت آقا خدا داد میشه توی جمع با صحبت‌های آقای قلعه‌نویی شما مخالفت نکنی و مثلا حرفی که آقای قلعه‌نویی میزنه باش مخالفت نشه. پس برای چی رفته بودی؟ گفتم که چرا؟ خب من مشاورم. گفت که خب امیرخان خیلی گفته ایشون، گفت حاجی دوست نداره که حالا تو جمع مثلا مخالفت بشه. گفتم خب باید چیکار باید بکنم؟ گفت که به صورت خصوصی این مخالفت یا نظر تو بعداً با آقای قلعه‌نویی بود. گفتم آقا من مشاورم. من همین مورد به خود آقای قلعه‌نویی گفتم آقا اون روز این اتفاق افتاد، من با شما مخالفت کردم توی جلسه، گفتم آقا نه من موافق نیستم، این بهتره، این کار اگه بشه شاید بهتر باشه. که اون کارم انجام ندید، کاری که خودتون می‌خواستید همون انجام شد. بعد از جلسه یکی از نزدیکای شما اومد به من گفت که آقا خودت با آقای قلعه‌نویی تو جلسه تو جمع مخالفت نکنه بیرون. این جمله آقای قلعه‌نویی گفت بیخود کردم که حرفی به شما زده. من تو رو آوردم خدا داره عزیزی که نظرات بگی، اگر موافق نیستی مخالفت کنی، پیشنهاد بدی و نظرتو بدی. و دوستان من کارشناسایی که میایم اینجا میشینیم، آقای قلعه‌نویی با انتقاد مشکلی نداره به خدا. اینی که ما باش مخالفت کنیم مشکلی نداره. چرا نباید نظرمون رو بگیم؟ چرا نباید مخالفت کنیم؟ در حالی که روح آقای قلعه‌نویی هم شاید خبر نداشته که یه نفر دیگه بیاد به من بگه با ایشون مخالفت نکن. من میگم آقای خیابانی الان داریم حجمه شدید وارد میکنیم. چرا تو دورانی که داشت تیم ملی بازی میکرد چرا یه نفرمون نیومد راجع به بازی با هنگ کنگ صحبت کنه؟ چرا نیومدید انتقاد کنید؟ نشستیم اینجا کارشناس آوردیم گفتن آقا الان نباید تیم و لحاظ روحی تحت فشار بذاریم. چه فشاری؟ ما یه وقت هست بر اساس غیظ بغض میایم انتقاد میکنیم. آقا ما انتقادمون این بود که ما بازی هنگ کنگ خوب بازی نکردیم. آقای خیابانی من اعتقاد دارم که فدراسیون فوتبال رو مثل گذشته نباید عمل کنه.
باید آقای قلعه‌نویی رو تو جام جهانی نگه داره. اما آقای قلعه‌نویی به نظر شخصی من، باز هم این نظر آقای قلعه‌نویی، خودشون تصمیم می‌گیرن در مورد، ما باید نسلمون عوض بشه آقای خیابانی. ما باید یه نسل جدیدی در کنار یه تعداد با تجربه نسل جدید بیاریم، بازیکن‌های جوونی رو بیاریم که برای جام ملت‌های بعدی، نه جام جهانی بعدی، چون ما جام جهانی بعدی هم وقتی تیمو جوون کنیم طبیعتاً مردم هم از ما توقع نخواهند داشت که ما بریم مرحله دوم، ولی جام ملت‌های 2027 در عربستان مردم متوقع میشن. اونجا جام ملت‌های آسیا است. ما جوونامون یه تعداد جوون خوب داریم، بیاریم یواش یواش شروع به کار کنیم. این یه وسایل خیابانی.